چگونه اعمال نفسانی را میگیریم و چگونه آنها را باز میگردانیم؟ زمانی که ما اعمال نفسانی را مانند حسادت کردن، حق دیگران را خوردن، کینه به دل گرفتن، تهمت به دیگران زدن، دیگران را قضاوت کردن را با رضایت انجام میدادیم، نمیگذاشتیم آن افراد بفهمند. در اینجا بود که نفسمان با خیالی راحت لذات خودش را به ما میداد و ما هم بدون جنگ و دعوا این اعمال را انجام میدادیم. زمانی که تصمیم میگیریم اعمال نفسانی را بازگردانیم، بدین گونه اتفاقاتی سر راهمان قرار میگیرد که به همان روشی که این اعمال را انجام داده ایم، به همان روش با رضایت، بدون قضاوت و بدون جنگ و دعوا آنها را بازگردانیم. اینجاست که چون ما برده نفس شده ایم، اتفاقات ما را از درون میسوزانند. باید توجه داشت که موقع انجام دادن اعمال نفسانی قانون خداوند نمیگذارد که این اعمال با جنگ و دعوا باشد. همچنین موقع بازگرداندن این اعمال هم اگر با جنگ و دعوا باشد قانون نفسانی نمیگذارد.